اندازه دهنت گو بخور. میزنم تو دهنت. اینو تو به من بگو. یک، خواهی تو به من بگو. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال موهیدو. سلام، باز اومدیم با یه چالش جدید خیلی خفنه. قراره من و دورسا یه چالش بریم با هم. دورسا یه کلمه تو ذهنشه، حالا اون کلمه میتونه جمله باشه، میتونه ضرب المثل باشه، میتونه یه شیئی باشه یا هر چی. اون تو ذهنشه ولی به من نمیگه، نقاشیش میکنه و من باید از اون نقاشیش بفهمم که چیه. بریم برگردیم ببینیم کی برنده. ضرب المثله بعدن حدس بزن دیگه، بذار بکشم. خب نه، در حینش باید نه دیگه، باید خودت حدس بزنی که چیه، اونجوری که خب خیلی راحت میشه بهت بگم. خب باید یه جوری بکشی که من بفهمم دیگه. دارم واضح میکشم. یعنی بهم نمیگی ضرب المثل یا چیه؟ خب باید بگی بهم، مشخص کنی اونجوری. خب منم برات میکشم متوجه نمیشی. نه متوجه میشم. اصلا اون اولیه چیه الان؟ مشخصه چیه؟ عزیز من اصلا مشخص نیست، تو فکر میکنی مشخصه؟ نه مشخصه. الان اون نارنجیه دره؟ تقریبا دیگه. آخه باید یه جوری بکشی من بفهمم خب چیه. دره دیگه، این دره. خب اون سبزه چیه؟ درخته؟ آره. اون اولیه چیه؟ خودت بعدم چیز کن. ضرب المثل یادم میره انقدر. گفتم که ضرب المثله. خب برو یادم میره انقدر ازم میپرسی. خب بگو تموم شد. اون آخریه سبزه چیه؟ خب خودت گفتی دیگه سبزه. فقط رنگه؟ نه دیگه. الان یه ضرب المثله. ببین الان من اون اولیه رو اصلا نمیدونم. ماره؟ ماره. خب مار از پونه بعدش میومد نگیا، این حسیون نیست، دارم تفسیر میکنم. این سیاهه چیه وسطیه؟ بابا داره بالا میاره. مثلا چیزای سبز دارم و دهنش میدم بیرون، این دهنشه. در مار از پونه بعدش میومد مرد عق زد در خونه سبزه. وایسا نه وایسا یادم نه عزیز من، باید من فرصت بدی بگم. مار از پونه بعدش میاد جلو در خونه‌اش سبز میشه. جلو در خونه‌اش سبز. نه در خونه‌اش سبز میشه دیگه. خب همینه دیگه. آره یس. بریم سراغ بعدی. چیه آبیه دیگه که باید بکش. من یه چیزی میکشم شبیه اون، نه مثلا درخت میکشم شبیه درخت نباشه. این مشخصه چیه. این دومیه چیه؟ تخم مرغه. باشه. این ضرب المثل یا جمله است؟ نه اینم ضرب المثل میشه که، ولی خب به یکی میگی اینطوریه. مثلا یه جمله به یکی میگی. این باده؟ آره. باده باید اینجوریه بزن. گوزه؟ خب 2 تا گوز چی میشه؟ گوز آفرین. گوزه. ناشتا. صبونه است. صبونه زبده کشید ناشتا. ادامه داره. یعنی این زبده گوز ناشتا نکن. یعنی هلاکه ضرب المثل هاشن. این هم ضرب المثل خوب دارید. ضرب المثل نیست اینا لفظه. لفظه. گفتم به یکی میگی دیگه. خیلی خوب بود. بعدی خدا دومی هم چیک زدی؟ آره. سبزه چی بود؟ با حدس بزنی دیگه. آقا شبیه هیچی نیست. چی حدس بزنم؟ بچه من اصلا نقاشیام چی بهش میگن؟ اوپاسیتی؟ چی نداره؟ چی رو میخوای بگی؟ مثلا خیلی فلته. A few moments later. حالا بذار یادم اومد بهتون میگم. اینم حالا چون مثلا یه چیز دیگه اینش میکنه. خب ولی تو آبیه بیشتر به ابر اون؟ نه ابر نیست، آبه گفتم. آب دریاچه است. پوزه؟ نه
اولا بگو این اولیه چیه؟ چرا شبیه هیچی نیست؟ دو تا دایره است، دو تا خب خط این کنار. پاش شبیه چیه؟ عنکبوته؟ نه بابا این کجا شبیه عنکبوته؟ این بعدش دقت کن میپره. آها فهمیدم. قورباغه رو تو تشت طلا هم که بذاری میپره تو حوض. میپره تو مرداب. بابا مرداب نیست، میپره تو چیزه. میپره تو خب مرداب. اصلش میپره تو حوزه. نه بابا کی گفته به اصلش خدا. میپره تو حوض؟ حالا نه مرداب مردابه. همون درست گفتم دیگه. نه دیگه نه اشتباه. بابا درست گفتم اصلش. حالا یه کلمه رو این باشه. برام لیلی حوزک یه همچین چیزی من برداشت میکنم. ماره. نه مار که دیگه مارمو دیدی چجوری دیگه؟ کرمه؟ نه بذار من بابا بکشم یادم میره. یادم رفت چی باشه. میخواستم بکشم. آها متره؟ آفرین متر. خب واقعا؟ آره دیگه متر دیگه. خب پیپیه اون؟ آره چشم بذارم براش. پیپیه؟ آره خب برو. خب تموم شد؟ آره تموم شد. اون زبونه؟ نه بابا کجا زبونه؟ لبه؟ آره لب ولی تو این چیز بهش نمیگم. نه کاری نداشته باش چیه، فقط به من بگو این متر، این لبه، آره. این پیپیه، آره این چیه دندونه مثلا؟ نه همون دهنه ولی کاربردیش کردن. وقتی دهن یه چیز میره توش یعنی چی؟ داری اون رو میخوری یا میگی. به خدا چیز چرت و پرت باشه قبول نمی‌کنم چرت و ازت پرت درسا. نیست. خیلی شنیدی مثلا تو روزمره خیلی به کارش میبری. من خیلی دارم کمکت میکنم. خب تو هم اینجوری باید کمک من کنی دیگه. قطعا میکنی؟ آره کمک کن یکم. خب این مثلا اندازه باید گذاشتم دیگه. اندازه یعنی اندازه است. آره اندازه لب و دهن خودت. اندازه دهنت گو بخور. اندازه دهنت سخن بگو. گو بخور چیه؟ خب پیپی گذاشتی. خب حالا سخنه این سخنه. این سخنه. تیکو بزن که بردم. نه دیگه آقا اینو من آقا گفتم. تو پیپی کشیدی می‌خواستی سخن بکشی. خب باشه آخریش فکر کنم یکی امروز قراره مجازات بشه. یا باید مجازات نکنم. ببین یا باید مجازات بشی یا باید برای من یه جایزه‌ای تدارک ببینی. میل خودت. انشالله. میل خودت. اینو زیاد میگی. 3 بار میگیش 3 باره. این قبلیه گوز نکن بود، این یکی گوز نکنه. اینو بگو. تموم شد؟ آره تموم شد. اینو ضبط در میگیری تا 10 میشمارم. احتمالا خودش میدونه یه چیز چرت و پرته. نه داری همیشه میگی تا 10 میشمارم دیگه. اینو نگی چون یعنی چی؟ بس منم شعار نه آخریشه دیگه. باید ضبط در بگیری. 1 2 باد و بود 3 گوز 4 5 گوز ناشتا نه 7 گوز تو فضای باز 8 گوز تو 9 10 باخت. اینو باخت. چی بود خب؟ چوسی اینو میگم. آقا من همیشه میگم چوسی من میگم خب تو میگی منو داشتی گفتم ما همیشه اشکال نداره. 5 تا بوده 4 تاشو درست بودم یکی اشتباه گفتم. بیایم که من ببینم چیکار میکنه. برگردیم ببین میخوام یا مجازاتش کنم یا برام یه جایزه درست باید بخره. تو ویدیو هم باید نشون بده. البته من نقاشیم یعنی گفتار نقاشیم خیلی بهتر از توی دیگه. میبینیم بریم و برگرد. خب بریم که من حدس بزنم با نقاشی افتضاح موهی. میبینیم کی نقاشیش افتضاحه. ببین درستا نقاشیش خوبه ولی تو این مورد افتضاح بود. نقاشی من مطمئن باشید بهتره. خوب رسوندم دیگه مطلبو. حالا ببین من چیکار تو دیر بگیر بودی. حالا ببین من چیکار میکنم. باش بریم. داری کله شیر میکشی. حسنیه؟ ترسیده؟ نه دستش چی کار داره میکنه؟
گرز تو دستشه. گرز نمنه حواس منو پرت نکن. من نقاشی داره خوشگل طراحی دارم. چهره انجام میده. طراحی چهره. این نیمروخه؟ آره آره؟ آره خب ولش کن، منظورتو فهمیدم. نیمروخه یه خانومه دیگه. آره؟ تقریبا میشه گفت. آره خب ولش کن، نمیخواد ادامه بدی. نه باید اون حق مطلب باید بکنم. حالا پاش مهم نیست، یه چش شهلایی باید براش بکشم. خب بفرمایید. همین؟ آره ضرب‌المثل نیست. چیه پس؟ یه کلمه مثلا مثل فکر کن اسم شاید یه داستانه یا اسم یه اسمی که خیلی دیو دلبر. آره کجا فهمیدی؟ نقاشی به دیو میخوردم پره. اونم داره دلبری میکنه. آره این با چون دلبر نیمروخ کرده اینطوری آره داره دلبری میکنه. آره خب این از این. دیدی ماهی آقا. بریم دیدی بعدی. جوجو. بریم بعدی. این چیه؟ چند تا پا داره؟ 2 تا جلو 2 تا عقب دیگه. سموره؟ موشه؟ آره؟ مثل سب کن. خب موشه؟ آره خب موش ضرب مسئله. آره؟ موش گوش داره سوراخ نه، موش گوش داره سوراخ داره. چی بود؟ موشه تو لونش نمیرم جارو به دنبش میبست. نکش گفتم دیگه جارو رو کشیده. این نیستا چرا این دیگه؟ شبیهش گفت موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش بستم. خب منم گفتی تو موش تو لونش نمیرفت. حالا چه فرقی داره؟ ای خدا چی فکر میکنیم چی شد. گفتم این 5 تاش هم نمیتونه بگم. خب alright. دیگه چی میخوام بگم دیگه کلکوپرت بریزه. وای رختم. سومیه دیگه الان. چش 2 ابرو دماغ نه دهن یادم یه میره. گردو. خب یادت بره. به جهنم بستل و سافلین. چیکار کردی؟ آدمه؟ اینم خونه است؟ نه گاف صندوقه؟ حسنی به خونش نمیره. اگه میرفت جمعه میرفت. آره؟ این حسنی نیست؟ زندانه؟ لیلا است. آره؟ حتما باید هفته باشه. من بلد نیستم. پرتاب وزنه داره میگه داره میره مدرسه. بگو الان. حسنی به مکتب نمیرفت. اگر میرفت جمعه میرفت. آفرین. این همه کشیدم که نگه. وای یه ساعت دارم میکشم که نگه. اصلا فکر نمی‌کردم این باشه. ببین این رفتنشو کشید. گفتم بذار یکم حالا کمکش کنم عمرم بتونه بگه. عجب. رفتن خیلی خوب بود. بریم برای 4. آسمون ما نمیشی. پرواز. دسته فکر کردم پره. دسته؟ من بگم اینو. دست بالای دست بسیاره. آقا چرا اینقدر زود میگی؟ چرا؟ دیگه چون اون دست رو پایینش کشیدی متوجه شدم که اون دست بالاشه. باختی دیگه. ببین برای 5 این یه دونه رو دیگه نمیذارم. میگم دیواره؟ اینو بهت نمیگم دیگه. خب این چیه؟ تخت سنگه؟ دست. پاه. دست. تو دستاتو اینجوری کشیدی اون پاه قطعا. آقا میگم دست دیگه. این الان عجله‌ای کشیدم مگه نه؟ داری منو گول میزنی. آقا بیا اینم دست. اون پاه اونم شستشه. من بیا. دست دارم میگم باشه بگو پا. من میگم دست دیدم کمکت میکنم. خب اون دیواره؟
خب من کمکت کردم. ستونه؟ نه نمیدونم. ستونه؟ خب No! God, please, no! No! بگو دیگه. منم به اندازه کافی کمکت کردم دیگه. خب این فلش تاه، منظورت از این تا اونه؟ نه الزاما. خب ضرب المثل کلمه چیه؟ نمیتونم بهت بگم. خب چرا من گفتم؟ کمکامو کردم. من گفتم قبول نیست. من کمکامو من گفتم. شما تو آخریش یه دونه کمک کردی به من، غیر اینه؟ نه تو همش کمک کردم. من تو هر 4 تای قبلی کمکت کردم تا 10 بیشترم فرصت. خب اینو تو به من بگو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باختی. مساوی شدی. نگفتی چند بار اومد به زبونت، نگفتی از این ستون به اون ستون فرجه، نگفتی. خب من که اینو من گفتم آقا نگفت به زبون نیوردی. گفتی ستونه. تو گفتی نه. گفتم نمیدونم. گفتم نمیدونم. جرزنی کردی یکی دیگه بزن. خب جرزنی کردی. مساوی شدیم دیگه، باختم. خب الان میخوای یکی من بگم یکی تو؟ محسن جرزنی کردی. عزیزم من یه دونه تو میکشی یا 2 تا تو میکشی 2 تا من، یا یکی تو میکشی یکی تو یکی من. خب الان اینو تو ببری تو بردی. نه اگه حالا هرچی فقط چرت و پرت بکشی، چرت و پرت میکشم جلو بچه‌ها. گفتم خب فکر کنم. خب میخوام یه مثلا جمله باشه، دارم کمکت میکنم. خب جمله میخوام بکشم. الان دهن سرویس کنه. جمله معروفه دیگه قطعا دیگه. آره دیگه خیلی شنیدی. این صندلیه. خب مثلا تو فکر کن 3 تا از این صندلی ها اینطوره. خب اینم میزه. قلب اون. آره. اون قرمز قبلیه چیه که دور میزاست؟ دیگه خودت چیز کن دیگه، من خیلی کمکت کردم. یعنی چی؟ اینم که علامت سوال دیگه مشخص. خب بگو اگه گفتی. آقا اتفاقا خیلی هم پرمسمع، خیلی پرمحتوا قصد کردی اونو. آره. خیلی هم راحت میتونی بگی. آخه باید یه چیزی بکشی که من بفهمم چیه. 3 تا خطی که به هم وصلم نیستن کشیدم. خب این توش چیه؟ اون میشه خونه یعنی؟ خونه. آفرین خونه. من بخواه یه این هم اضافه کنم بهش. شیرونی بذارم بره. قلب خونه کجاست؟ نه چرت و پرت داری میگی؟ چرت و پرت میگم ها. چرت و پرت نیست. میگم یه چیز معروفه، یه چیزی که مثلا خیلی استفاده میکنن ازش. قلبه؟ آره. به معنی دوست داشتن؟ نه. به معنی همون قلب؟ نه. به معنی دله. اینم کمکی من از تو، یعنی کمک من به تو. کمک من از تو. تایم میذارم دیگه از اینجا به بعد. نه زمان یه دقیقه وایسا ببینم. آخریه باید بالاخره تایم داشته باشه. اتفاقا آخری با تایم باشه پرچالش داره. تایم میذارم. الان یه دقیقه وایسا ببینم. اصلا تو نقاشیت خیلی بده. منم همینجوری چرت و پرت میکشم ها. به این خوبه، تو خیلی خوب میکشی. الان این میز صندلیه. آره. مثلا میز صندلیه که تو کافه است. تو خونه است دیگه. میز ناهارخوری. حالا اونو ولش کن. تو محتواش از اون نه ولش کن. به اون ربطی نداره. مثلا شما به جز خونه توی خونه‌تون وقتی میز صندلی میچینن به اون قسمت چی میگید؟ حال دل. نمیدونم. حال دل دیگه. نمیدونم. حال دل دیگه. حال دل. خب بگو بقیه‌شو بگو. نمیدونم. حال دل چطوره؟ درسته؟ آشغال. ولی بده به خودم که میخوام بهت بگم دنیا. من خیلی کمکت کردم. یا تو هم باید همینجوری کمکم کنی.
باش بی‌انصافیه، کاش کمک نمی‌کردی. کمکی نکردی تو. تازه تایم هم نداری، من خیلی کمک کردم. کمکی نکردی. همین ولی بکش. بذار من همه رو با مشکی کشیده بودم، این با قرمز برات بکشم. خوشگل. خب بهم بگو الان جمله از در اون مسئله چیه؟ من بهت گفتم. یه جمله خیلی معروفه، قدیمیه. چی میگی؟ الان یه کاری میکنه من ببازم دیگه، من میدونم اینقدر این آدم بدجنس، بی تربیت، یعنی خود خری. آفرین. جدی خروسه؟ آره. ببین قطعا یه چیز میکشه که من ببازم. واقعا خروسه؟ من بیام عقب، چرا آره، برعکس 14 رو برعکس 14 رو ریدم. پس مرغابی داریم میکشی الان. کلاق خروسه، با دو تا خروس رو به رو همن. آه. دو تا خروس دقت کن. خروسش این مرغه نوکش قشنگ داره، تحتش هم قلم بهتره. مرغه. آره خب عزیز من تموم شد دیگه برای من. همین؟ جوجه رو آخر پاییز میشمارن؟ آره خب بگو دیگه. خب این چیه؟ گفتم این نیست دیگه. خب خروسه؟ حیوانن دیگه. آره دیگه. عزیز من اینو تو شبیه خونه نیست ازت میپرسیدم نمیگفتی خونه است. بعد اگه توقع داری من اینو بگم دقیقاً چه موجودیه؟ خب یا ببین یا مرغه یا خروسه یا کلاقه. یالا. خب تو با الان به من بگه، من کمکت کردم. برو تو ضرب المثل بگرد، اینم کمکت. ضرب المثل هیجانی میخوایم بشه باید تایم بذاریم کنم. نه دیگه من نذاشتم. چرا داشتی میذاشتی دیگه؟ خب داشتی میذاشتی دیگه من گفتم. نه دیگه نذاشتم. چرا داشتی میذاشتی؟ من داشتم همون لحظه. آره تا اومدم بگم داشتی میگفت، یعنی داشتی تایم میذاشتی که من گفتم سریع. خب الان تو به من بگو این مرغ خروسه چیه؟ بردم. نه بگو. خب بگو مرغه. آقا حیوانه دیگه. آره حیوان خوده. مرغه حیوان دیگه. آره مرغ کنتکیه. نمیتونی بگی؟ چرا؟ آخه خیلی بد که یه چیز دیگه وسطش نداره، مثلا مرغ به مرغ کانکتی هن. جدی میفرمایی؟ یه وسطی بعدی آخری. من واقعا متوجه نمیشم. زیاد آخه نیاز نیست ولی میکشم. خونه است؟ مزرعه است؟ خونه است دیگه. خب مرغداریه؟ اینجا هم یه خونه مثلا باشه فرض کن. همین؟ آخرش با چی تموم میشه؟ با مرغ؟ تموم شد دیگه. آخرش با مرغ تموم میشه؟ با یه حیوان خدا تموم میشه. به خبرچینی کردن ربط داره. اون ضرب مسئله که میگه کلاغ و خبرچینن فلان بیسارن، داری دروغ میگی. داری دروغ چیزی که میگی. اینجوری عمومی دادم والا من نمیتونم. داری دروغ میگی. نه از این خونه با اون خونه رفتم با مرغ. خب بگم. نه بذار حدس میزنم. نه خب تو میشمرم. نه تو به من بگو این مرغ یا کلاغ یا خروسه. حیوان خدا. اگه بگم تابلو میشه، یعنی بگم چیه تابلو میشه. نه نمیشه. چرا میشه؟ بگم بگو نمیشه بابا نمیشه. خیلی تابلو میشه. کلا دو جمله، دو تا کلمه. من به تو گفتم این قلب نیست این دله. عزیز من الان دارم اینو میگم اینو بگم کلا دو تا این حداقل چند تا کلمه بود. این دو تا کلمه است. بگم تابلو میشه. دو تا کلمه است کلا. دو تا کلمه. مرغ داری؟ خونه داری؟ حیوان خانگی مرغ؟ حیوان خانگی مرغ حیوان خانگی؟ خب این الان دودکش داره؟ نه اون جای تیکی طراحی کردم ضبط رو روش بزنم سریع. بگو. نه وقتم. بگو مرغ خروس چیه؟ کلاغه؟ مرغه. این مرغه. اون خروسه؟ دیگه نمیگم.
قبول کن باختی دیگه. الان ضرب المثله. آقا من چیز هدیه زیاد جایزه زیاد. خب نه اونا میدونم من باید ببرم ضرب المثله. من یه کاری کنم ببری برام جایزه میگیری؟ آره. جلوی بچه‌ها قول دادی. آره میگیرم. این دوتا چیه هم میشن؟ همسایه. خب آخه مرغ همسایه پا داره. یعنی خود خری. نه بابا مرغ همسایه پا داره. چه جالب. خیلی جالبه که مرغ همسایه پا داره. خیلی جالبه. همسایه نصبون بزده تمرکز کنم. یه پا مرغ همسایه یه پا داره. خر بودن تویی. یه پا داره؟ خب ببین اون این ضرب المثل است دیگه. میگن مثلا همسایه چیزی رو قبول نمیکنه مرغش یه پا داره. تو 2 تا پا واسه مرغت کشیدی. نه اونایی که نیست. بگم اون نیست. الان مرغ همسایه یه پا داره نیست. اصلا همچین ضرب المثلی نداری. چه داری؟ داری. خب الان این مرغ خروسه یعنی دیگه اینم بگم تمومه. یعنی اینو بگم تمومه. مرغ همسایه قاز نیست. مرغ همسایه قاز نیست. مرغ همسایه قاز نیست. قاز همسایه مرغ نیست. قاز همسایه بالاخره کدومش؟ قاز همسایه نه خب الان همسایه شما متوجه. الان همسایه یه کلمه دیگه. یه کلمه دیگه داره دیگه. آره بخند رها کن باید بخند. خیلی اضافی هم گفتی تازه. خب نمیگم الان همسایه مرغ داره. من به همسایه خیلی اضافه گفتی. یعنی تقریبا گفتی ولی اضافه تر گفتی. یعنی یه جوری گفتی که معنیش تغییر کرد. مرغ همسایه پا داره. میخوای خودم بگم؟ نه مرغ همسایه مرغ داره. از پشت صحنه درخواست میکنن که بذار رو ثانیه شمار تا 10 ثانیه. خب بذار 1 آروم بذار ولی 2 3 مرغ همسایه خروس نداره. گفتی یه بار ولی بعد اشتباه گفتی. یعنی یه جوری گفت. مرغ همسایه یه پا داره رو 5 6 مرغ همسایه تخم میذاره. تخم طلا میذاره. 8 مال همسایه تخم طلا میذاره مال ما تخم رسمی. 9 مرغ همسایه 9 همسایه مرغ داره. انقدر داری تلاش میکنی دلم نمیاد بگم 10 ولی 10. گفتی مرغ همسایه قاز نیست ولی باید بگی مرغ همسایه قازه. میزنم تو دهنتا. چی میگی؟ میزنم تو دهنتا. چی میگی؟ چرا؟ بابا خیلی آشغالی. بابا 2 تا همسایه هن یکیشون مرغه اینم قازه دیگه. خب تو گنده قاز تره. نیست بابا نوکش بلندتره. وقتی قاز نیست یه زبطر اینجوری بغلش بذار. این خب نیسته. تو گفتی نیست ولی قازه. خب یه تیک بذار. بابا دیگه چرا باید تیک بذارم اگه نباشه باید. باشه من باختم دیگه. روحش خب. من باختم دیگه. خب. به خاطر قاز و مرغ و خونه همسایه و اینا رو بفرستم. شما قول دادی که یه جایزه‌ای به برات یه قاز میخرم. نه جدی. براش یه قاز میخرم. تو ویدیو بعدی قازه رو نشونتون میدم. چی باید بخری؟ چی میخوای بخری؟ نه واقعا چی؟ قاز میذاره به عهده خودم. قاز نخرم خودم بهش میگم قاز چی نخرم بگیره. مرغ میخرم. خودم بهش میگم چی بگیره. تو ویدیو بعدی هم یا استوری میکنیم تو پیج یا تو ویدیو بعدی بهتون نشون. نه قاز نخرم مرغ میخرم. قارت میخرم مرغ میخرم. قاز نخرم مرغ میخرم. خب تموم شد دیگه. باش. من به قازم راضیم. مرغ میخرم اگه تو به قاز راضی. به مرغم راضیم. هیچ نمیخرم. خب این از چالش امروزمون. امیدوارم خوشتون اومده باشه و کلی لبخند رو لبای زیباتون اومده باشه. ولی برنده من بودم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت بذارید، نظرتون رو برامون کامنت کنید، زنگوله رو برامون بزنید. تا ویدیو جدید گذاشتیم حتما متوجه بشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.